هستم، مدیر عامل شرکت تولید و صادرات فرش دستباف. فرش‌های اختصاصاً دستبافت و عموماً کار شهر کرمان، یعنی استان کرمان. شناسه‌های خاصی که داره، کسایی که تو فرش بودن و میشناسن فرش‌های کرمان رو براشون قابل تفکیکی از فرش‌های دیگه. کرمان بیشتر به این گل و اون تشت خالی بیشتر علاقه دارن. در مرحله اول باید از کارگاه‌های قالی بافی دیدن بکنن و ببینن که چجور گره میخوره و نوع گره رو ببینن، ولی اگه در مرحله بافته شده بخوام ببینن با دقت زیاد توی این نقش گره هایی که زده شده هر چی ریزتر و ظریفتر بافته شده باشن نظر ما کیفیتش از خود شرکت که خدمت عرض بکنم که قبل از 1300 هجری شمسی دست کمپانی هند شرقی بوده. این فرش از نوع سجفت هست و در هر 10 سانتی متر 70 رج باید بافته بشه. ابریشمش نه از خود ایران تهیه میشه، ابریشم که برای فرستادن از قم هست. نه خب اینا به صورت اینا بیمه‌ای هستن، اینا توی کارگاه متمرکز بافته میشن، بیمه‌ای هستن و از کارگران قالیباف خود شرکت هستن. وقت استراحت دارن، هم برای نماز هم برای نهار. این اگر که به تنهایی باشه که بخواین بافن حد اکثر 1 سال و نیم تا 2 سال طول میکشه، ولی اگر 2 نفر هرچی تعداد بیشتر باشه زمان بافتش هم کمتر خواهد. خب اینا از بافن‌های قدیمی شرکت بودن. خدمتتون عرض کنم که دیگه بازنشست شده بودن، اکثرا بازنشست شدن و دیگه ما به دلایلی دیگه مجوز نداشتیم که تو حال شما خوب؟ این نقش بودم قربون دستون تکاش فرش باشه. این قالی آویزونی هسته. بله اگر خدا بخواد بافته بشه چیزی نیست که زیر پا 13,500,000 گره توش داده میشه. این الان به تشریف بیاره اوج میبینه قالی رو. شما ببینید این گوجه رو قالی 1/16 میشه. 1/16 کوچک میشه. اینو به اصطلاح خود ما میگیم کلوزار. بله بعضی هم میگن دفتین. اینو پاکی که به حساب یا قلابی که میبافیم و ریس میبریم. اینم به اصطلاح ما میگیم دیلم. کسانی بافنده هستن باور نمیکنن که قالی بافته میشه در 1 میلیمتر دور گره زده میشه، در 1 سانتی مربع 400 گره زده میشه. توجه میکنن؟ ولی من واقعا از این پشت کار میشینم مثل که حالا از نمیدونم از تمام فشارهای دنیا آزاد شدم، اومدم اینجا نشستم. من خودم هستم این گل میبینم این فاصله، ولی فکر میکنم از تمام فشارهای دنیا آزاد شدم، اومدم یه جایی که بیش از یک دنیا هسته. توجه میفرمایید؟ تا این هم نباشید نمیشین تو فرشید رو باشید. این کار فقط عشق. منطقه تکاب هست، تقریبا فکر کنم حدود 40 پارچه روستا باشه و روستای حال حاضر که هستیم روستای رودخانه هست. از بسیار فقیر که متاسفانه هیچ رشدی از لحاظ مادی فرهنگی نداشتم متاسفانه. تقریبا اینا همه‌شو از تقریبا 5 سالگی شروع به کار کردم و الان کار میکنم. مدتی که ما توی این منطقه داریم کار میکنیم تقریبا 17 ساله، ولی اینا قبل از ما هم باز خودشون کار میکنن. الان البته یه سری دختر جوان هستن که کار قالی بافی یاد ندارن، ما میخوایم بخش آموزشی ان شاء الله راه اندازیش کنیم.
دارو پیش را چینی پیش اومد. رنگایی که ببینید شما الان موقع نگاه بکنید این طرف خالی با اون طرف خالی با هم دیگه یکی هست. سفیرا پیش را تو چینی خودشه. این بند خود نقشه‌ای که این طرف داره مثلا موقع میگه جا خود این طرف هم باید بافته بشه. این چهار گوشه بافته میشه. اینا با این خوندن به هم دیگه میرسونن مثلا چه رنگی رو با کجا کار باید به کار ببرن. والا ببینید کار کشاورزی هستی که فصلی هسته. توجه و همیشه وقت نمیبره کار قالی بافی همیشه وقت هست چه تابستون چه زمستون میتونن فعالیت کنن مشکل نداره تقریبا درآمد روزانه‌شان تقریبا بین 20 تا 25 هزار تومان الان در حال حاضر خیلی زیاد ببینید موقع 2 نفر که باشن اینا بین 40 تا 50 هزار تومان درآمد داره خب تقریبا میتونن امرار معاش برای خرج خورد و خوراک اینا داشته باشه اگه همین الان باشه دیگه مجبورن گرسنگی بکشن همین حقوق که میام که هست باز براشون بد نیسته اگر نبودش شاید بودن ما خیلی به چشم نیاد توی منطقه